یک برادر میگه که بعضی برادرها از روسیه زمین خریدگی، یعنی که خریده مونده که قیمت شود میفروشن افته و این نفر رو دو تقسیم میشه. یک نفر رو خودی زمین خریدگی برادرها قیمت شود سونی میفروشن افته و دویم نفر زمین خریده خونه پشته دنیا هم به زندگی دوست لیکن ویم به نیتی قیمت شود میفروشن افته. آیا آنها زکات میدهد است؟ زکات چه میشه؟ نه، اگر چیز زمین باشد، خونه باشد، برای تجارت گرفته باشد، و یعنی باید که زکاتش تیاد. یعنی هر سال مثلا زمین گرفتگیش مثلا، یعنی مثلا میخواد که 5 سال 6 سال وای زمین داشته است، ها مابین 5 سال 6 سال به یعنی زمین حساب میکنه تقریبا میدونه چند وای میستاد وای زمین باید که مثلا چه زکات تیاد. یعنی هر چیزی که برای تجارت تیار کرده شدگی یا به نیت تجارت گرفته شدگی و هر سال باید که وای چی همین تخمینا حساب میکنه، میدوند وای که همین زمین همین سال مثلا چند میستاد، همین حساب میکنه از همین چه زکات برابر میتیاد.